طفل نوزادی را که روز 23 سپتامبر سال 2022 از تولدخانه نویه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان دزدیده بودند، بعد یک هفته جستجو بالاخره روز جمعه 30 سپتامبر پیدا کردند. مقامات رسما این قضیه را شرح ندادند، ولی بنا به اطلاع دریافتی نوزاد را گویا یکی از زن خویشاوندان پدر این کودک دزدیده است. سبب و انگیزه دست به این کار زدن او هنوز روشن نیست. یک منبع پایگاه خبری بامداد گفت بنا به اطلاع او این زن گویا بی‌فرزند بوده است و از پسر تولد کردن همسر خویشاوندانشان خبر یافته طفل نوزاد را از تولدخانه دزدیده است. قبلا رادیوی آزادی از قبل یک کارمند شعبه کارهای داخلی نویه جامی خبر داد که شام 23 سپتامبر از تولدخانه این نویه یک طفل نوزاد را دزدیدند. والدان کودک ساکنان دهه گلستان جماعت دهات دوستی نویه بوده. این نخستین طفل آنهاست. به گفته کارمندان شعبه کارهای داخلی، پدر کودک در مهاجرت مهنتی قرار داشت. مادر کودک زایمان سختی را پشت سر کرده بود، تا حال در شعبه ریانیماسیون است و از ربوده شدن پسرش خبر ندارد. به اطلاع کارمندان ملیسا حادثه زمان رخ داده است که مادر کودک را بعد از جراحی به شعبه ایوی تولدخانه انتقال دادند. منبع دیگر رادیوی آزادی با تصدیق این خبر گفته است همان روز که این طفل تولد شد، در این تولدخانه 16 کودک دیگر نیز به دنیا آمده بودند. دزدیدن طفل نوزاد در تاجیکستان حادثه خیلی کم نظیر است. ماده 130 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان همچون جزا برای آدمربایی از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. در پایان سال 2021 مقامات تاجیکستان از پی هم آشکار شدن یک بار 2 حالت کودک دزدی خبر داده بودند.